کل بدعت، هر نوآوری در دین، در وسایل نه. این مثلا این نو ما ساختیم، این گمراهی نیست. بسیاری کسا گپ نمیفهمن، بسیاری کسا گپ نگفته پیغمبر صلی الله علیه و نوآوری در وسایل گمراهی است. نوآوری در کامپیوتر گمراهی نیست، چون کامپیوتر ساختن وظیفه انسان است. وظیفه کی است؟ انسان. نوآوری در کامرا گمراهی نیست. صحیح؟ نوآوری در ساختمان مسجد، تو مسجد کلان جور میکنی، 10,000 متر 20,000 متر در بالایش مدرسه جور میکنی، نقشهش جور میکنی، این نقشه اندازی کار کی است؟ کار انجینیر است. پس این گمراهی نیست. خیلی کدام گمراهی است؟ میگه کل بدعت دلاله فی الدین، هر چیزی که در دین نوارده. چرا؟ نقشه تعمیر انجینیر میسازن، نقشه دین الله ساختن. تو در کار الله دست زدی، گمراه شدی. صحیح؟ نقشه دین کی ترسیم کرده؟ الله. کی تبلیغ کرده؟ پس موضوع وظیفه ما چی است؟ وظیفه امی است که ما اون نقشه‌ای که الله و رسولش بیان کرده امور بر مردم برسانیم، یا از دل خود یک چیز دیگه را داخل کنیم. میگه اگر چیز دیگه را در این نقشه داخل کردی، به این معنا میشه که یعنی دین الله ناقص بود. دین الله ناقص بود. پس این آیت قرآن که گفته الیوم اکملت لکم دینکم، این العیاذ بالله خیلی غلط است. تو آمدی را جور میکنی. دین تکمیل است، نقشه داده شده، آیات قرآن تکمیل است، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وظیفه خود کامل تبلیغ کرده، یک ذره هم چیز تک نبود و صادق بود. و قرآن توسط امین آسمان به امین زمین داده شد، و امین زمین صحابه کرام امانتکارا بودن، بر از اینا داد و اونا برای ما و شما کلی چیز رساندن. وظیفه ما تو هست که آنچه که الله گفته و آنچه که رسول الله گفته در اونمون نقشه حرکت بکنیم. اگر یک سر سوزنم پای خودم میکشیم، از این خاطر وقتی که ما جنجال کردن که چرا مخالف شب جمعگی و چل هستی و ای هستی و دی خوب کارا میشن، ما گفتم درست است در شب جمعگی قرآن خوانده میشه، درست است در چل قرآن خوانده میشه، لکن اینمی شب جمعگی و اینمی چل رسول الله صلی الله علیه و سلم نکردن. خوب کار کردی، از نقشه برآمدی. مشکل ما است که ما میخوایم در نقشه باشیم. قرآن خواندن خوب است، با کدام طریقه؟ با طریقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم. نماز خوب کار است، با طریقه رسول الله. اگر یک نفر مخالف طریقه پیغمبر نماز بخونه، نمازش خراب چیز است. مثلا وادی آفتاب برآمد، نماز خوب چیز است یا بد چیز؟ نماز خودش خوب چیز است، لکن در وقت آفتاب برآمد موضوع حق. روزه خوب چیز است، آیا در روز عید روزه گرفتن خوب چیز است یا خراب چیز است؟ پس خوب و خراب کی تعیین میکنه؟ الله تعیین کرده و رسولش تعیین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای محترم و خواهرای عزیزی که صدای ما را میشنوند، ما و شما در درس‌های قبلی در عقیده، در توحید الوهیت دو تقسیم کردیم که توحید الوهیت یکی توحید عبادت است و دیگهش توحید تشریع و تقنین هست. در توحید عبادت باز تقسیم کردیم که عبادت ها تقریبا 4 قسم است. چند قسم است عبادت ها؟ 4 قسم است. یکی عبادت های قلبی هست که او را من تشریح کردم در درس‌های قبلی. دومش عبادت های زبانی هست و سومش عبادت های بدنی هست و چهارمش عبادت های مالی هست. خب حال نوبت حال رسیده ای هفته میرسه به عبادت های توحید در عبادات زبانی. شاید یک کسی شما را از شما پرسان بکنه یا شما دلتانی که بگه خب عبادت زبانی مثلا یک نفر ذکر میکنه یا خود زیادتر در مسائل احکام میایه. نه وقتی که عبادت گفته شد مستقیما تعلق میگیره به چی؟ به عقیده. پس وقتی که یک کلمه را ما در زبان میگیم، در زبان خود یک لفظ میگیم، خوب دقیق باشیم. وقتی که یک لفظ ادا میکنیم آیا این به عقیده ما تعلق داره یا نداره؟ 100% با عقیده ما تعلق داره. چه قسم؟ مثلا ما و شما صبحی من درس نوشته میکردم، بازی بخیر در باب دعا میایه. مثلا کلمه یا
ما میگیم یا الله، یک کسی میگه یا محمد، یک کسی میگه یا علی، یک کسی میگه یا پیر، یک کسی میگه یا لات، یک کسی میگه یا بگوان. اینمی کلمات وقتی که استعمال میشه، این از نگاه عقیده امی کلمه یا چی معنا میته؟ ببینید ما و شما عبادت های چی رو میخوانیم؟ زبانی ده. یا خوب در این قسمت دقیق باشین. عرب ها از این خاطر تقریبا عبادت های زبانی چندین تاست. اولش دعا هست. چی است؟ دعا. مثلا دعا را میگن که به معنای طلب یا ندا یا صدا هست. دعا به معنای چی است؟ طلب یا ندا یا صدا. پس آل امی کلمه دعا را که ما شما به معنای طلب یا ندا این چیز که میگیریم، امی کلمه یا در اینجا از نگاه نحوی که ما در صنف میخواندیم، عقیده اسلامی به زبان عربی بسیار ارتباط داره. کلمه عربی را وقتی که ما تو نفهمیم مشکل بر ما پیدا میشه. وقتی که میگیم خودت به اینجا، شما به نامت مصطفی. خوب متوجه باشید، درس عملی در صنف تطور که بشینی درس تاثیر نمیکنه، باید عملا کار بکنیم تا عقیده عملی یاد بگیریم. و احساساتی در مسائل عقیدتی احساساتی بحث نکنیم. کسایی که احساساتی بحث میکنن دلش اختیارش ما کس جنجال نداریم، اون میفهمه عقیدش، لکن با اساس تحقیق. در زبان عربی نامتون چی گفتیم؟ مصطفی. این حالا مثلا من میگم مصطفی اینجا استاد است، در زبان عربی ما گپ میزنم یا مصطفی کیف حالک؟ چطور هستی؟ How are you? Fine. خب این حاله وقتی که من میگم یا مصطفی سیز نه؟ مصطفی حاضر است نیست؟ چی است؟ نام تو چی است؟ بیا زبیح الله جان. مثلا زبیح الله است و این مصطفی است. یا ذبیح در زبان عربی مثلا وقتی که عربا گپ میزنن یا ذبیح الله، من چی گفتم برش؟ کلمه چی استعمال کردم؟ یا ذبیح الله هذا مصطفى، این مصطفی است. یا مصطفی هذا ذبیح الله. من اینو برای اردوشون با یکی دیگه چی کردم؟ معرفی کردم. خب میشه این برش بگی که اواریو فاین چطور هستی؟ خوب هستی؟ صحتون خوب هستی؟ خب پس سعی کنیم بعد از زبان عربی یا را برای مصطفی هم استعمال کردم، یا را برای کی استعمال کردم؟ مشرک شدم؟ نشدم. چرا؟ با عقیده ارتباط داره؟ نه. چرا؟ به خاطر ازی که وقتی من برای یا استعمال کردم فعلا مصطفی همه جا حاضر است. وقتی گفتم ذبیح الله رو برای یا استعمال کردم، ذبیح الله چی است؟ حاضر. پس در زبان عربی همیشه استعمال میکنن که ما مثل که ما و شما در فارسی میگیم او دکتر صاحب سلام علیکم. چی گفتم؟ او دکتر صاحب. اون دکتر صاحب ندا کردم، پس دکتر صاحب اونجا است. استاد فیصل، او استاد فیصل سلام علیکم. صحیح شد نه؟ پس ما او میگیم، در زبان عربی چی میگیم؟ یا استاد کیف حالک؟ اینه. پس اینجا این در زبان عربی قاعده هست. خب حالا از نگاه لفظی خیاب عقیده چه قسم تعلق میگیره؟ یکی مراودی هم پس میگه اینمی قسم که تو در زندگی روزمره یا را به یک انسان استعمال میکنی که اینجا هست. خب مثلا اردویتان برین در اتاق دیگر در مسجد داخل شوید، جایی برین که صدای مرا نشنوین. خب آله اگر یک کس از اینجا رفت و آله من صدا کنم یا ذبیح الله یا مصطفی بین یا مصطفی و یا ذبیح الله اهلا وسهلا، من همین رو میخواستم. صحیح نه؟ پس شما صدای مرا شنیدین نه؟
پس آمدین برای من چی گفتین؟ یعنی تقاضای مرا حالا شما از دروازه دیگه برین بیخی از این مسجد بیخی برای برین. خب حالا من یک مرتبه صدا کردم که یا مصطفی او مصطفی یا ذبیح الله او ذبیح الله. این ندا شد بر قریب. چی شد؟ قریب. او دیگه ندای چی شد؟ بعید، دور بود. نه صدا کردم که یا ذبیح الله یا مصطفی. صحیح نه؟ حالا مثلا پیش ما کل ما و شما فهمیدیم که ذبیح الله و مصطفی در جایی رفتن که فعلا در مجلس ما حضور ندارن و صدای ما را نمیشنن. حالا اگه من صدا کنم بر بگم که او ذبیح الله یا مصطفی، موشی رسی بیاد دیواره. نه؟ پس اگر وقتی که بفهمم که یک کس صدای مرا نمیشنوه، پس ناقی صدا کرده میرم کل تا مرا میکنی دیوانه است. ها؟ اینال این مسئله میده مسئله عقیده. من میگم که یا الله، صحیح نه؟ یا الله سر من، یا الله مرا بخش، یا الله گناهکار هستم. عقیده دارم که الله سبحانه و تعالی با علمش، با قدرتش، با توانایی که داره بر ما از شارع گردن کده چی است؟ و نحن لأقرب الیه من حبل الورید. چی نمیگن حبل الورید؟ تو بگم من حبل الورید بهت نشان میدم. حبل الورید داری؟ حبل الورید کجایت است؟ کجا شارع گردن؟ این قانقور تاکت است. کجایت است شارع گردن؟ این شارع گردن است نه؟ این چی میگن؟ این حبل رسبانه میگه ورید. صحیح نه؟ پس الله سبحانه و تعالی برای ما و شما با چون عالم غیب است و هر لحظه ما را میبینه، قدرتمند است. پس وقتی که صدا میکنیم الله از شارع گردنم که برای ما چی هست؟ نزدیکتر است. پس حق داریم که یا الله بگوییم یا نداریم؟ صحیح نه؟ بفهم. خب پس الله سبحانه و تعالی برای ما از شارع گردن که نزدیک است ما حق. خب آله وقتی اگر یک کس میگه یا محمد، سعی کنید احساساتی برخورد نکنیم. المرء یقیس علی نفسه. هر کس سر خود دگار قیاس میکنه که اگر خود حضور روان میکردی میرفت خانه اون را میگه. از این خاطر میگه المرء، همیشه یک کس که شما را بد گفت بفهمین که خودش خراب آدم است. اگر شما را خوب گفت بفهمین که چی هست؟ خودش خوب آدم است. چون هر کس دیگران را به معاینه خود میبینه. المرء آمدین بخیر. خب بشینین. تشکر. ایناله خوب فکرتان بگیری. بسیار مهم است این مسئله که این گپار بسیاری کسا نمیفهمه. به خاطر اینکه درس عقیده نشیشته و کتابم نحوم نمیفهمه، صرفم نمیفهمه، در زبان عربی هم نمیفهمه. از این خاطر برشی میشه. خب اینا وقتی که میگیم که یا، وقتی میگیم یا محمد، یا به این عقیده هستیم که محمد صلی الله علیه و سلم علم غیب داشت مثل الله. اینا میگیم ها؟ یا به این عقیده می باشند که میگه که اینه میگه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مثل بریلوی آوره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چی هست؟ حاضر است. صحیح نه؟ پس اگر کس عقیده کنه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حاضر است، این هم عقیده درست است یا غلط؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زنده هست، لکن شهدا زنده هستن، بل احیاء. قرآن میگه که زنده هستن. باز قرآن یک قید دیگه میکنه که عند ربهم یرزقون. در کجا رزق میخورن؟ به نزد پروردگارش. در عالم برزخ، عالمی که با عالم ما و شما چی دارن؟ تفاوت داره. حالا اگر شهید زنده باشه، پس معنایش چی است که شهید، اگر کس میگه شهدا زنده هستن، پس پسان میگه که خانم از این فوت کرده، این دروغگوی است دیگه. خانمش پس بیوه نیست دیگه. شهید اگر بگیم که زنده است، حالا مال زنده میراثش تقسیم میشه؟ ها؟ پس چرا تقسیم میکنن؟ شما عقیده دارن که زنده است. این حال اگر کس عقیده کنه که شهید زنده هست در عالم ما، این عقیده باطل است. چرا؟
به خاطر که شهدا زنده هستن عندنا یا عند ربهم. پس قرآن باید درست کلمه به کلمهش بفهمیم. عقیده داریم که شهدا زنده هستن، عقیده داریم که انبیا زنده هستن، لکن زندگیشان زندگی خاصی که الله اونا را عزت خاص داده عند ربهم. از این خاطر اینا وقتی که او ارتباطشان با عالم ما قطع است. حالا اگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با ما در این دنیا ارتباط داشته باشن پس باز ملامت میشه چرا نمیه رهبری جهاد جهان به دوش نمیگیرن؟ پس وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این دنیا زنده باشه پس رهبر ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اگر وفات نکرد، از این دنیا رابطش قطع نشد، نرفت، معنایش چی است که خی صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بر ناحق ابوبکر صدیق خلیفهش تعیین کردن. از این خاطر قرآن عظیمشان برای پیغمبرا میت استعمال کرده. مات، پیغمبر مرد او قتل یا قتل شد لانقلبتم علی اعقابکم. از این خاطر برادرای عزیز اینا کلمه یا را وقتی که استعمال میکنیم کلمه یا به عقیده ارتباط گرفت یا نگرفت؟ یا این قسم عقیده داریم که میگیم الله عالم غیب است و ما میگیم یا الله، چون الله از شارع گردن به ما چی است؟ نزدیکتر است نظر به نص قرآن. پس این کلمه را بغیر از الله و کس دیگه استعمال نمیکنیم. و یا به این عقیده میشیم که نه، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و شهدا و علما هم مثل الله عالم غیب بودن، اونا با علم غیب خود گپای ما را میفهمن و این عقیده باطل است. و یا این قسم عقیده کنیم که نه، در هر مجلس که ما شیم حضرت محمد صلی اونجا حضور داره، پس این هم مشکل اعتقادی پیدا میکنه. از این خاطر وقتی که بحث میسر مسائل عبادات لفظی متوجه باشین که عبادات لفظی ارتباط مستقیم به چی داره؟ به عقیده داره. از این خاطر ما جرأت نمیکنیم، چون به این عقیده هستیم که عالم الغیب و شهاده الله است و الله هست که اقرب و نحن لاقرب الیه من حبل الورید در قرآن گفتم. و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، ما به بنده خود قریب هستم. پس الله بر ما قریب است و این نزدیک بودن الله به علم غیبش تعلق میگیره، به جلال و عظمتش تعلق میگیره، به قدرت تواناییش تعلق میگیره. پس الله سبحانه و تعالی با علمش در هر، یعنی میگه مرچه سیاه در لباس سیاه در شب سیاه الله با علم غیب خود میشناسه و میفهمه و میدونه. از این خاطر در هر جایی که باشیم وقتی که میگیم یا الله، الله اونم ذات عالم غیب است که در هر جایی باشیم الله صدای ما را میشنوه و دعای ما را قبول میکنه. بغیر از الله کسی دیگه علم غیب نداره. از نگاه عقیده ما نمیگیم یا جبریل، چون جبریل پیش نبی اکرم صلی الله علیه و آله میشیش، باز به رسول اکرم خطاب میکرد. اما جبریل علیه السلام آید هر جایی که ما بپاشیم جبرائیل با علم خود کت ما هست، جبرائیل عالم غیب نیست. و در قسمت انبیا و شهدا و صالحین میگیم بله اونا زنده هستن، لکن قرآن میگه که ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کسایی که در راه الله فوت کردن اونا را مرده نگوین. باز آیت قرآن بل احیاء، بلکه زنده هستن، عند ربهم یرزقون. پس به حساب دنیای ما شهید فوت کرده، خانمش بیوه هست، طفلش یتیم است، مالش میراث است. یک روز یک کسی مرد نه پیغمبر صلی الله علیه و آله محمد صلی الله علیه و وفات نکرده و زنده هست و چطور؟ من گفتم خیلی در تاریخ که میگه در 63 سالگی وفات کرد، این خیلی دروغ است. خیلی نشته که حضرت محمد صلی الله علیه و 1400 و چند ساله است، نشته کو نه تو نشته نمیکنه. خیلی تاریخ تغییر بده. حالا در طول تاریخ علما اجماع کردن که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وفات کرده یا نکرده.
کل شیء حالک الا وجهه. قرآن صراحتا میگه کل مخلوقات چی هستن؟ میمرن بغیر از ذات ذوالجلال. جبریل میمره، میکائیل میمره، اسرافیل میمره، پیغمبران فوت کردن، مردن، کلشان. ای که باز به نزد پروردگارشان زنده هستن و رزق میبینن. این کار است که قرآن برای ما تشریح. از این خاطر در مسائل اعتقادی به نص رجوع بکنین، توقیفی است. نص قرآن و نص حدیثی رو برای ما تشریح میکنه. واضح شد نه انشاءالله؟ ها؟ واضح است انشاءالله نه؟ من عملی به خاطر ازی کار کردم که مثلا اگر ما برای یک نفر است میگیم یا استاد سیف الرحمن، صحیح؟ پس استاد سیف الرحمن در مجلس ما هست. وقتی که من برش یا را استعمال میکنم هیچ مشکل اعتقادی، چون استاد سیف الرحمن زنده است، صدای مرا فعلا میشنوه و در این مجلس شیشته و درست است استعمال کن. از این خاطر صحابه کرام میگفتن یا رسول الله، و نبی اکرم صلی پیشوشان شیشته بود میگفتن یا رسول الله، ای پیغمبر خدا. به رسول الله باشه بله یا رسول الله من این سوال دارم، یا رسول الله سمی کار چطور میشه، یا رسول الله چطور میشه میگفتن. لکن آل موتو برش گفتن میدونیم که یا رسول الله گفتن نمیتونیم، به خاطر ازی که یا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم مقام الوهیت بتیم و بگویم که اونم تو عالم غیبی که الله هست، محمد هم از صدای ما را میشنوه و برش میگیم یا رسول الله. یا به عقیده داشته باشیم نه رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین بشریت، خیر انسان ها و پیغمبر خدا و پیغمبر الله بود، لکن صفات خالقه نداشت. صفات خالقه نداشت. خب این مسئله آمد که وقت ما چی میگیم در مسائل اعتقادی مقدمه به شکل مقدمه اینجا من براتون بیان کردم که در مسائل اعتقادی اینمی چی هسته. در جمله عبادات زبانی یکیش حمد است. چی است؟ حمد است. حمد به معنای ثنای جمیل، میگه ثنای جمیل صفات عالی و با عظمت است. در زبان عربی میگن. علمای اسلام حمد به اشکال مختلف تعریف کردن. بعضی از علما مثلا علامه ابن القیم رحمه الله چی میگه؟ میگه ان الحمد اخبار عن محاسن المحمود مع حبه و تعظیمه. میگه حمد خبر دادن است از خوبی های کسی که تو توصیف از رو میکنی به همراه محبت و تعظیم از. دیگه از علما چی میگه؟ میگه الحمد هو الثناء باللسان. حمد چی است؟ ثنا و صفت گفتن است بر زبان علی الجمیل اختیاری، به کار نیکی که به اختیار انسان است، نعمتن کان او غیرها. آیا حمد یک کسی رو بر نعمت میگی یا بدون نعمت؟ امون لحظه سر یک نعمت شکر میکنی، مثلا نان میخوری میگه الحمدلله، و یا یکی شما متعادی میگه الحمدلله. اینالی کلمه حمد که است فقط عقیده کلمه حمد با خود کلمه، ارتباط کلمه حمد با عقیده مسلمان ها چی است، این بسیار دقیق است. بسیاری کسا سر از این تحقیق نمیکنن، وقت خود نمیتن، از این خاطر هم تو سطحی و عالی از دل خود گفته میرن. حمد که از نگاه عقیده قبل از آمدن اسلام، خوب متوجه باشین، قبل از آمدن اسلام مثلا یک کس میخیز حمد یک کس دیگه را میگفت. یک شاعر برای یک پادشاه میخیز، برای از او در مقابلش توصیفش میکرد 1000 صفت بر ازی میداد. اگر تو نباشی اشتکای من میمره، اگر تو نباشی زمین چپه میشه، اگر تو نباشی فلان است. آیت قرآن نازل شد گفت که الحمدلله رب العالمین. الحمد سایکو اینجا دو چیز سایکو در اینمیجا الحمدلله. اول هر حرف قرآن، هر کلمه قرآن معنای خاص خود داره که علما سرش بحث کردن. حالا وقتی که میگه الحمدو اینجا علما میگه اینجا الف لام جنسی است. چی معنی الف لام جنسی؟ ما خوالا صرف و نحو را نمیفهمیم، همین معنای جنسی رو بر ما حل کن. یعنی میگه جنس حمد که است، یعنی تمام حمد و ثنا و صفتی که بسیار عالی هست، این کلش لله. جنس حمد لله. لام چی معنی؟ میگه به معنای خاص است که تمام حمد و ثنا و صفت خاص فقط در کی هست؟ بر الله. صحیحه؟
خاص و فقط برای کی است؟ برای الله هست. خودت بینجا مثلا ما برازی گفتم نامتون چی است؟ ذکر الله. ما برش گفتم ذکر الله جان. ما دبای نمی کلی کسایی که نمی چی هست خاص تو را دوست دارم. صحیح شد نه؟ چی شد؟ خاص تو را دوست دارم. بیا اینجا خودت چقدر وقت میشه مرا میشناسی؟ چقدر وقت کم 4 سال. همین جمله رو که من برازی گفتم کمک خفه شدی یا نه؟ چرا خفه شدی؟ مایک بگو. به خاطر که خاص ساخت. یعنی معنیش است که مردگاره دوست سه شد یعنی. پس چی شد؟ پس کلمه خاص که از معنای خاص خدا داره. کلمه خاص پس وقتی که ما میگیم حمد مخصوص برای کی است؟ برای الله هست. از این باید چی بفهمیم که یعنی مسلمان حق نداره که زبان حمد بعد از عقیده به این آیت قرآن به کسی دیگه باز بکنه. فهمیدین؟ بفرمایید. پس مسلمان از این خاطر سابق مردم چرا حمد میگفتن؟ چرا مردم حمد یک مخلوق میگن؟ به دو دلیل. یا خود در مقابل از او پادشاه ذلیل میساخت. میامد برای پادشاه ها بسیاری وقتا اتستاد میشدن. وقتی که امپراتور میامد بازیا برای امپراتوری قسمی میکردن. ما و شما میگیم سبحان ربی العظیم، پاک است ذات با عظمت. از این خاطر ما تعظیم برای مخلوق نمیکنیم. انالیا خود ذلیل می ساختن برای یک مخلوق و عبادت معنایش ذلت است. چی است؟ ذلت است. معنای عبادت چی است؟ حالی این ذلت نیست که مثلا من میم در مقابل ذات خالق متعال پیشو بسیار با کلانکاری گپ میزنم و پیشی و بچه و گپ نزن آرام باشه چطور از این دستم کمی کرد لیکن وقتی که جلوه در مقابل الله وقتی که سال میشونیم الله سبحانك و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی باز وقتی که مثلا در کنم سبحان سبحان سمع الله حمدا كثيرا طيبا مباركا الله سبحان ربي العظيم. بهترین جای پیشانیم است. خدا گرفتم در مقابل کی ذلیل ساختم؟ خالق متعال خود. پس از این خاطر قرآن باز میگیم که در رکعت نماز پروردگارا خاص بر تو عبادت میکنیم. پس اینا چرا مخلوقات حمد یک مخلوق میکردن؟ یا خود در مقابل از او ذلیل میساخت و او را خدای خود فکر میکرد و خودش چی میگفت؟ بنده. از این خاطر میگفتن خدایگان امپراتور، خدایگان جوپیتر، خدایگان فلانی، خدایگان خدایان امپراتور هم خدا میگفتن. امیال حتی در افغانستان ما یک گپ از قدر کلانای ما و شما ماندن. امیال هم یگان مردمایی که از عقیده خبر ندارن امیال هم استعمال میکنن خانای منطقه را عبادت میکردن. از این خاطر او را میگفتن ارباب جمع چی از جمع رب است. رب خدا را میگفتن. ارباب فلانی خان میگفتن نمیگفتن؟ چون عقیده داشتن که این خان، این ملک، این پادشاه، این خدا هست. وقتی که بر از او چون او را خدا میگفتن بر از او حمد میگفتن و ثنا و صفت. اینا عقیده مسلمان است که ما بغیر از الله و کسی دیگه ثنا و صفت نمیکنیم. خیبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی کنیم؟ قرآن بر ما میگه که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. اگر یک نفر 16 تا طول تبله را پیشوی خود مانده و تنبور مانده و مویا هم صاحب دراز دیش هم چپتراش کوماش هم که بم بم این دیگه صاحب تمام روزی محمد تو آسمان و مه، محمد تو زمین و مه، عرش مه، محمد تو فرش مه تو یه امی کل گپای یک 16 پولی پیش الله ارزش
نداره. چی ارزش داره که یک مسلمان وقتی که میخوانه که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان صلوا علیه و سلموا تسلیما، بگوین 10 مرتبه درود بالا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی. پس ما بسیار معذرت میخوایم، عمل یک اشتباه بشه شد، همین اشتباه ما رو بخشید که من شما رو گفتم 10، من حق نداشتم قید کنم 10 دفعه. قید کردن 10 که تو 10 دفعه درود بگو یا 20 دفعه درود بگو یا 50 دفعه سبحان الله بگو یا 100 دفعه سبحان الله بگو، این حق ما نداری. درود بگو خلاص، خداوند عفو کنه. اینا پس با اینمی یک مرتبه که درود بگی از این خاطر بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته شد که پر رسول اکرم خوشحال بود. چرا خوشحال است یا رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ گفت جبریل امین آمد پیش من و برای من گفت که برای امتت خبر بده که اگر یک امت تو یک مرتبه بالای تو درود میفرسته، الله 10 مرتبه بالایش رحمت میفرسته. چند مرتبه؟ اما اگر یک نفر از شام تا صبح تنبور در پیش 60 صاحب دم 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 میکنه، 1000 مرتبه الله و ملائکه و جبریل فرشته ها سرش لعنت خدا را نازل میکنه. به خاطر چی کار کرده؟ به خاطر که از نقشه دین برآمد. این نقشه رو بر خود یا ساختن، این بدعت میگن. 2 نقشه هست، یک نقشه دین که الله و رسولش تعیین کرده، الله تعیین کرده و رسولش تبلیغ کرده، اون نقشه دین است، این ثواب داره. و یک نقشه دیگه است که باز بعد از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفت، باز هر کس آمده برای خود نقشه رو چی کرده؟ نقشه دینه که الان ساخته و غلط. یکی آمده پای دین صاحب کشال 6 متر ساخته و یکی میبینی 12 متر، این غلط است. از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کل بدعت ضلاله، هر نوآوری در دین در وسایل نه، این مثلا این نو ما ساختیم، این گمراهی نیست. بسیاری کسا گپ نمیفهمن، بسیاری کسا گپ نگفته پیغمبر صلی الله علیه و سلم نوآوری در وسایل گمراهی است، نوآوری در کامپیوتر گمراهی نیست، چون کامپیوتر ساختن وظیفه انسان است. وظیفه کی است؟ انسان. نوآوری در کامرا گمراهی نیست. صحیح؟ نوآوری در ساختمان مسجد، تو مسجد کلان جور میکنی، 10,000 متر 20,000 متر در بالایش مدرسه جور میکنی، نقشهش جور میکنی، این نقشه اندازی کار کی است؟ کار انجینیر است. پس این گمراهی نیست. خیلی کدام گمراهی است؟ میگه کل بدعت ضلاله فی الدین، هر چیزی که در دین نوردی. چرا؟ نقشه تعمیر انجینیر میسازن، نقشه دین الله ساخته. تو در کار الله دست زدی، گمراه شدی. صحیح؟ در کار الله دست نزن. انجینیر تعمیر ساخت. صحیح نه؟ یک نفر آمد گفت والا انجینیر سمیم تعمیر تو را، او انجینیر که نقشه را ساخته بر تو معمار را میخواه، برش میگه برادر این مطابق از این نقشه شما کار کنید. حال یک نفر میگه والا سر من امی تشناب شما 2 متر گرفته بدین، باز من بوده 4 متر گرفتم. چرا؟ والا دل من شد. انجینیر میگه بد کردی که دلت شد، غلط کردی، من 2 متر دیگه شه برای آشپزخانه مانده بودم، تو چرا کردی؟ این حال وقتی که در نقشه انجینیر موضوع دست زدن نمیتونیم. نقشه دین کی ترسیم کرده؟ الله. کی تبلیغ کرده؟ پس موضوع وظیفه ما چی است؟ وظیفه امی است که ما اونمون نقشه‌ای که الله و رسولش بیان کرده امور بر مردم برسانیم یا از دل خود یک چیز دیگه را داخل کنیم. میگه اگر چیز دیگه را در این نقشه داخل کردی، به این معنا میشه که یعنی دین الله ناقص بود. دین الله ناقص بود. پس این آیت قرآن که گفته الیوم اکملت لکم دینکم، این العیاذ بالله خیلی غلط است. تو آمدی را جور میکنی. دین تکمیل است، نقشه داده شده، آیات قرآن تکمیل است، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وظیفه خود کامل تبلیغ کرده، یک ذره هم چیز ترک نکرد و صادق بود. و قرآن توسط امین آسمان به امین زمین داده شد و امین زمین صحابه کرام امانتکارا بودن، بر از اینا داد و اونا برای ما و شما کل چیز رساندن. وظیفه ما تو هست که
آنچه که الله گفته و آنچه که رسول الله گفته در اونمون نقشه حرکت بکنیم. اگر یک سر سوزنم پای خودم میکشیم، از این خاطر وقتی که ما جنجال کردن که چرا مخالف شب جمعگی و چل هستی و ای هستی و داری خوب کارا میشه، ما گفتم درست است در شب جمعگی قرآن خوانده میشه، درست است در چل قرآن خوانده میشه، لکن اینمی شب جمعگی و اینمی چل رسول الله صلی الله علیه و سلم نکردن. خوب کار کردی از نقشه برآمدی. مشکل ما است که ما میخوایم در نقشه باشیم. قرآن خواندن خوب است. با کدام طریقه؟ با طریقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت. نماز خوب کار است. با طریقه رسول الله. اگر یک نفر مخالف طریقه پیغمبر نماز بخونه، نمازش خراب چیز است. مثلا وادی آفتاب برآمد، نماز خوب چیز است یا بد چیز؟ نماز خودش خوب چیز است، لکن در وقت آفتاب برآمد ما تو حق نداریم. روزه خوب چیز است. آیا در روز عید روزه گرفتن خوب چیز است یا خراب چیز است؟ پس خوب و خراب کی تعیین میکنه؟ الله تعیین کرده و رسولش تعیین کرده. از این خاطر حتی کلمات را که ما میگیم باید در کلمات خود محتاط باشیم. اینا رو کسایی که برای هم میگفتن یا خود ذلیل میساختن به مخلوق که این هم گفتنش برای مخلوق سببش شرک و کفرش میشد، و یا همین همگویی مقام برای یک نفر دیگه میداد که خود غلام از او فکر میکرد، او را غلام خود و نوکر خود فکر میکرد. از این خاطر الحمدلله رب العالمین علما میگن وقتی که الحمدلله رب العالمین نازل شد دو کار شد. یکی دامان شرک و کفر برداشته شد، پس هیچ موحد بغیر از الله و مخلوق هم نمیگه. دوم دامان غلامی و بردگی برداشته شد، هیچ وقت انسان خود غلام مخلوق نمیسازه، برداشته شد. از این خاطر وقتی که غلام بدل شد میگن وقتی که مسلمان هستن که چقدر خوبش میگن، همین آخری جمله درس ختم میکنم که باز خسته نشین. میگه وقتی که ربیعه ابن عامر و حذیفه ابن محسن و مغیره ابن شعبه این سه نفر اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که طرف فارس رفتن، امو قماندان فارس چی نام داشت در قادسیه؟ رستم نام داشت. رستم سیاست قماندان هم بود، سیاست مدارم بود. رستم خواست اینا را خواست. وقتی یک کسی بر تو تسلیم میشه که جهان بینی تو را ببینه، ایدئولوژی تو را ببینه، فکر تو را ببینه، اندیشه تو را ببینه، باور بکو که امریکایی استاد شوی و با فکر باشی امریکایی برات احترام میکنه، که روس استاد شوی بر اندیشه باشی برات احترام میکنه، که کافر، که یهود، که نصرانی. اما اگر دید که به شخصیت هستی داره به ارزش نمیدی. رستم خواست اندیشه مسلمان ها را بفهمه، این مسلمان ها آمده یک شو ربیع ابن عامر را دعوت کرد. پیش از اینکه جنگ شروع شد بخواین گفت ربیع ابن عامر قماندانشون خواست. کتشیش گفت یک مجلس خاص امروز رستم داره، پیش از جنگ ما شروع کنیم، کدام برنامه خاص شما دارید؟ گفت چرا شما این از اون منطقه آمدین؟ در این منطقه برای چی آمدین؟ حالا معلوم کنه که اگر یا بی هدف هستن، گپ نمیفهمن، ارزش ندارن، اول فکرشون بفهمیم که فکرش فکر قوی است یا فکر خراب. وقتی که فکر خوب داشتی مورال خوب داری. اگر فکر خراب داشتی ولو که اتم دنیا هم در دست باشه بازم غلامی میکنی. بعضی کسای دیگه هست که دستش خالی هست لکن اوباما را پشوار ارزش نمیده. صحیح نه؟ رستم اینا را خواست. ربیعه ابن عامر رضی الله تعالی عنه گفت ربیعه، گفت ربیعه گفت بله. گفت که چرا شما از اون منطقه آمدین پیش ما اینجا در فارس و اینجا امپراتوری است و اینجا کل چیز است، آمدین برای جنگ ما؟ ربیع ابن عامر با ایدئولوژی بسیار قوی است، اصل ایدئولوژی اسلامی هست. برش گفت که الله، ربیع ابن عامر برش گفت که الله گفت مستر رستم فکرت باشه که ما
مردمای با هدف هستیم. برای چی گفت آمدین؟ یک جمله رو گفت الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده. الله گفت ما را برگزید، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنحون عن المنکر و تؤمنون بالله. گفت الله ما را برگزیده به خاطر یک اندیشه بسیار قوی. او چی هست؟ فارس، پادشاه فارس وقتی که می آمد کل مردم برش چی میکردن؟ سجده میکردن، تعظیم میکردن، سبحان ربی العظیم برش بگید. گفت که الله ما را روان کرده به خاطر چی؟ ابتعثنا الله ابتعثنا لنخرج، تا که ما بیرون بکنیم من شاء هر کسی که خواسته باشه، یعنی از ملت شما را پیام از برای ملت، او ملت، او فارس، هر کسی که میخواه که از غلامی بنده خدا بکشه و به عبادت الله به ما به خاطر آمدیم. و من ضیق دنیا، چرا که هر قدر فکر و اندیشید کل برنامه زندگی در دنیا باشه باز هم دلت تنگ می باشه، میخوایی که از این دنیای تنگ خدا بکشی، میخوایی که بر از اینا اندیشه بزرگی که من ضیق دنیا الی سعة الدنیا والآخره، پس ما اینا را از این تنگی دنیا بکشیم بلکه در فراخی و وسعتی که دنیا و آخرت است. یعنی شما یارا غلام خود ساختین، یک حلقه بندگی در دستایشان، در کمرشان، در پایشان زنجیر انداختین، میخوایم که یار از بندگی مخلوق بکشیم به بندگی خالق متعال و میخوایم که اندیشی از اینا را که بسیار تنگ است فقط در دنیا فکر میکنن، اندیشیشان واسه بسازیم که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. این ایدئولوژی اسلام است. این کسایی که میگه ما ترک دنیا کردیم ربیع بن عامر را نمیشناسن. او نگفت که ما یارا از دنیا میخوایم بکشیم به کجا؟ آخرت. گفت نه، و من ضیق دنیا الی سعة الدنیا والآخره. سبحان الله، به وسعت دنیا و آخرت. و من جور الادیان الی عدل الاسلام. 3 کار آمدیم بکنیم. چند کار؟ اول از عبادت مخلوق به عبادت خالق و از تنگی فکر و اندیشه که تنها فکرش به دنیا هست بلکه به وسعت دنیا و آخرت، که هم دنیا به دستش باشه و هم آخرت. و سومش چی است؟ از این ظلمی که مردمایی که به نام دین هستن که والا صاحب ما که هستیم، یهودی ها میگن که ما صاحب شعب الله المختار هستیم، we are chosen people، ما را خدا برگزیده، the other people is animal، دیگر ها حیوانات هستن، اسرائیل is good، Jewish is good. گفت ما از این حماقتی که اینا جور کردن مردم ها میکشیم و از این ادیان باطله که انسان غلام انسان ساخته، انسان بنده انسان ساخته، از اینا را ما میکشیم به چی؟ به عدالت اسلام ایره میکشیم. این جمله را خوب متوجه باشین. وقتی که ربیع بن عامر رفت، رستم گفت شاید این برداشت و قوت برداشت یک فرد است، اندیشه فردی است یا ایدئولوژی فردی هست. قماندان دیگه خواست که ببینه که او چی میگه. وقتی که سوار حذیفه ابن محزن خواست، برش گفت که شما برای چی آنجا آمدین؟ یک جمله پرسان میکرد رستم، لماذا جئتم هنا، چرا اینجا آمدین؟ برش گفت که این جمله رو او برش استعمال کرد، گفت الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة الله وحده و من ضیق الدنیا الى سعة الدنیا والآخره و من جور الادیان الى عدل الاسلام. دیگه شو باز گفت باش دیگه شنال میخوایم شوش قید نمیکنم که از طرف ما غلطی نشه. خب یک مرتبه او را خواست، باز یک مرتبه این قماندان دیگر را خواست، باز دیگر سوم مرتبه ای که رفت دیگه قماندان خواست. باز چی میگن؟ او قماندان سومی کی بود؟ مغیره شعبه ابن شعبه رضی الله عنه ایره خواست. او عین گپ برش گفت که والله سر ما باید یک هدف آمدیم و هدف ما اینمی است که اینمی به مردم از عبادت مخلوق به عبادت خالق. ما میخوایم که کسرا خدا نیست، یک مخلوق است
مردم غلام خود ساخته، مغازی باید بکشیمشان و برای اسلام و اینمی 3 نقطه که برش گفته بود بیان کرد. باز رستم فهمید که این مردم صاحب فکر هستن، صاحب اندیشه هستن، صاحب عقیده هستن، صاحب ایدئولوژی هستن. اینا میتونن. از اینمی روز بود که وقتی اینمی جملات شنید قلباً رستم یقین که این مردم ما را شکست میده. چرا دشمن تا وقتی که از نگاه فکری قناعت ندی، از نگاه فکری، از نگاه جنگی رو شکست داده نمیتونی. از خاطر دشمن اسلام اول چی میکنه؟ فکر خراب میکنه. مردم افغانستان امروز که پدرای ما و شما انگلیس شکست داد، روس شکست داد و کسایی که مسلمان واقعی امریکا را هم شکست دادن، چرا ما و شما در اینجا تکه تکه هستیم؟ به خاطر ازی که ما را قوم پرست ساخت. فکر ما غلط شد یا نه؟ تو برای کی کار میکنی؟ ما برای پشتون. تو برای کی کار میکنی؟ ما برای ازبک. تو برای کی کار میکنی؟ ما برای هزاره. تو برای کی کار میکنی؟ ما برای در زمان. تو برای قری خود کار میکنم. والا سیگر تکه تکه هستن. یا تکه تکه هستن. بیا خلاص به خاطر قوم تو یک در ترک میدیم، برای قوم تو یک مجله جور میکنیم، برای قوم تو میکنیم. اینه گپ شد و به خاطر خلاصه ای که چی شد؟ خلاصه ای که حمد و ثنا گفتن ارتباط مستقیم به چی داره؟ به عقیده اسلامی داره. و السلام علیکم و رحمت الله